قراره که بازی جواب بده تا میری و بازی کنیم. حالا بازی از چه قراره؟ بچه‌ها بازی از این قراره که ما 3 تا بادکنک داریم. اگه دقت کنید اونجا هست و یه تلمبه که قراره کنیم، ولی بازیمون یه جور خیلی سخت. ما برای همدیگه 20 تا سوال طرح کردیم بدون اینکه با همدیگه هماهنگ کنیم. بله این برگه‌های آنها، این هم برگه‌های منه. با همدیگه هماهنگ نیستیم. مثلا برای مثال من تن این بادکنک گذاشتم. یه سوالی از آنها میپرسم، شروع میکنم به باز کردن. با این باز میکنیم 5 ثانیه بعد اونا رو جواب بدیم. خب آماده این؟ بزن بریم. سنگ وزغی چی میکنیم؟ که ببینیم کی اول قراره از اون یکی بپرسه. خب سنگ کاغذ قیچی کاغذ قیچی 3 تا ما بیرین چیزا. های ردبول واندک 3 تا برند گوشی. آیفون سامسونگ شیائومی. 3 تا زبان خارجی. انگلیسی، فرانسوی، آلمانی. 3 تا ساز موسیقی. تنبک، پیانو، گیتار. اسم 3 تا گل. مریم. زحل، مشتری، ایران. سه تا درس از مدرسه بود. فارسی، عربی، زبان. 2 تا سبزیجات که اگه بخوری دهنت بو میگیره. سیب، پیاز، 3 تا اسم توتی. اسم یا مدل؟ 3 تا اسم خانواده که با به جاخونی. رومی. 3 تا خوراکی غیر مجاز که مدرسه نمیذاره ببریم. تفنگ، کالباس، سوسیس. پسرهای خارجی. الف، مس، ریک. 3 تا اپ تبلیغ مجازی. یوتیوب، اینستاگرام. 5 ثانیه شد. اسم 3 تا فامیل دوره. دور ندارم. واسه. اسم 3 تا نوشیدنی ایرانی سوپرمارکت. غذایی که دوست نداری. خارجی. اولمیه میرزا قاسمی کوکو. 3 تا نجات سگ. جرمن تیرک یا توسی قوی. بازی PS4 که بیشتر بازی می‌کنیم. کلاش آف کلنز. مثل سبزرنگ. خیار، پیازچه. 3 تا اسم شهر در خارج. ایموجی که بیشتر استفاده می‌کنیم. ایموجی خنده، ایموجی گریه، ایموجی لایک. به رنگ اصلی رنگ‌ها رو بگید. قرمز، آبی، سبز. تصاویر بازی کردیم. آها گرانپا، ویچکرای با گرانیپا. 3 تا لوازم آرایش. پنکیک، روشبونر، 3 تا اسم غذای خام که دوست داری. خام. 3 تا حیوان وحشی لازم. شیر، پلنگ، یوز پلنگ. 3 تا اسم 3 تا نوشیدنی سرد خارجی. تازه میگه. کوکاکولا، پپسی، اسپرایت، 7 آپ. بریم برای راند بعد. کاغذ بچی. من بعد 3 تا غذای محبوب ایرانی که داخلش سبزی است. قرمه سبزی، فسنج چی؟ 3 تا سبزیجات. جعفری، شوید، پیازچه. اسم 3 تا سیاره نپتون، اورانوس، دور از خود. مشتری. 3 تا شکلات.
شیری، توت فرنگی، دوبه چاکلت. اسم خواننده‌های ایرانی: حامید، ابی، کوروش. سه وسیله‌ای که اگه مامان عصبانی بشن باش طور میزنن: دمپایی، بالش، دست. اسم سه تا حیوانی که شیر میزنن: همه چی: گاو، گوسفند، شتر. سه تا میوه تند: زنجبیل، فلفل تون، فلفل سبز. اسم سه تا ماهی وحشی خوندم: ماهی گوشخوار، ماهی حبابی، ماهی حیوانی. سه تا وسیله که خودمون رو باهاش خنک می‌کنیم. سه تا چیز که خنک پنکه، کولر، پنکه دستی. سه تا اسمی که وقتی مهمونی میری میزنی: کیف میگیرم، خوشلب میگیرم. سه تا حیوان که همه دوستشون دارن: گوربه، سگ. اسم سه تا شیرینی سنتی ایرانی: شیرینی خانه‌ای، شیرینی ناپلونی، شیرین زبون. سیاره که خیلی بی‌نظیر به خورشیده: عطارد. شغل کارگری: کارگر عادی، کارگر نظافتچی، کارگر ساختمون. تا غذای ایرانی خیلی البرده، کباب، اسم سه تا مارک لوازم خانگی: خانگی، مارک. آره. اسم سه تا غذایی که توتیا میخوام: یونجه، سیب، هویج. سه تا شخصیت قهرمانانی که انیمیشنی: سه تا دو تا پرنده شکاری: عقاب، دو تا میوه زردی خوشمزه: خوشمزه، زردآلو، آلوچه طلایی. موادی که تو آب حل میشن: مواد: شکر، نمک، گوگل. دو رنگ توتیا: بچه‌ها این بازی تمام شد. مجازاتش هم این بادکنک است. تو بادکنک پر آب میکنیم و میریم تو حیاط که آنها بچه‌ها